فرمایش حاجی جاوید جنبش مقیم عربستان سعودی. این کست با فرمایش شعر بچه‌های سرپل تقدیم است. آوازخوان حاجی داوود نظری، دنبوران آواز چهره دست حاجی عزیزالله اسلام. ما را کدی نوازش، از ما تو کدی خواهش، از ما تو کدی خواهش. با ما فرمایش دادی حاجی جاوید جنبش، حاجی جاوید جنبش. هر وطن دار بشنوه دلش بیاید تپایش، دلش بیاید تپایش. حاجی جاوید گرامی کم نکن خدایش، کم نکن خدایش. قدکت غنچه گل، زبانت مثل بلبل، زبانت مثل بلبل. حاجی جاوید گفت بخوان با بچه‌های سرپل، با بچه‌های سرپل. برای دوستا بخوانم با قانون و با اصول، با قانون و با اصول. فعلا به ایران هستم، آمدم از استانبول، آمدم از استانبول. حاجی عزیزه بچه‌های عربستان فرمایش کرده روان، فرمایش کرده روان. پشت و پلای کلی در الله جان مهربان، لوی الله مهربان. اکای حاجی ما میایم بخیر بعد از عید قربان، بعد از عید قربان. هر کسی را ببره اما خانه خدا جان، اما خانه خدا جان. هر وطن دار بشنوه به سلامی ما برسان، حاجی جاوید جان برسان. برآمدم کناره سیل میکنم گلاره، سیل میکنم گلاره. حاجی جان سلام بگو بر یکی وطن داره، هر وکی وطن داره. بچه‌وان خدمت کنی هیچ وقت به جا نمیره، هیچ وقت به جا نمیره. محلی و قدس بای میخوانم کیدم بره، میخوانم کیدم بره. بدم بوره تار خوب است، بری شتر خار خوب است، هرچی بیر و بار خوب است. کلی رفتن در خارج بری من مزار خوب است، بری من مزار خوب است. هر ساز خوشم می آید بری من دوتار خوب است، بری من دوتار خوب است.
باجی جاوید جنبش عزیز افتخار خوب است عزیز افتخار خوب است هر سری دنیا برم بازم وطندار خوب است بازم وطندار خوب است کامیابشم میخوایم کامیابشم میخوایم جوانی سرشار خوب است خماری دیدار خوب است